این زن پس از کشته شدن پرونده قتل خودش رو حل کرد. در سال 1977 گزارش یک آتش سوزی به آتش نشانی داده شد. وقتی اون آتش رو مهار کردن، جسد بیجون ترزیتا رو در حالی که چندین ضربه چاقو خورده بود و چاقو هنوز درون سینه‌اش بود پیدا کردن. با وجود سرنخ‌های کمی که وجود داشت، پرونده ترزیتا حل نشده باقی مونده بود. تا اینکه یکی از همکاران باسا ادعا کرد که همسرش خواب‌هایی در مورد قتل باسا می‌بینه. حتی یک بار در حالت خلسه بهش گفته بود: دکتر، من از شما کمک میخوام. مردی که منو به قتل رسونده هنوز آزاده. این روح آلن شاوری یکی دیگه از همکارای باسا رو مقصر میدونست. بعد از تحقیقات پلیس، جواهراتی که در بین وسایل دوست دختر شاوری پیدا شد باعث اعتراف اون به جرمش شد. در آخر هم شاوری به 14 سال زندان محکوم شد.